سلام سلام كمسك الختام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم منقول است از آن چی که از پروردگارشان روایت می کنند که فرمود: خداوند نیکی ها و بدی ها را نوشته، سپس آنان را بیان داشت. پس کسی که قصد انجام عملی نیک را نماید و آن را انجام ندهد، الله تعالی در نزد خویش برایش یک نیکی و حسنه کامل می نویسد. اگر قصد انجام آن را نموده و آن را عملی ساخت، خداوند در نزد خویش 10 حسنه تا 700 برابر و بیشتر از آن برای او می نویسد. و اگر شخص قصد انجام عملی بدی را نموده و آن را عملی نساخت، الله تعالی برای او از پیشگاه خود یک حسنه کامل می نویسد و هرگاه آن را قصد نموده عملی ساخت، خداوند آن را یک بدی و سیئه می نویسد. روایت بخاری و مسلم. دوستان عزیز، ببینید مهربانی خداوند به بندگانش را که عملهای صالح به 10,700 و از این زیاد برابر به ما نوشته می شوند و عملهای بد باشند 1 بر 1 نوشته می شوند. نه 1 به 10,700 بلکه 1 بر 1. یک گناه کردید 1 عمل سیئه نوشته می شود. اگر 1 کاری ثواب کردید، ممکن است که 10 ثواب گیرید، ممکن است که 100 ثواب، ممکن است که 700 ثواب و این چنین ممکن است که از 700 هم زیاد گیرید. این وابسته به نیت و اخلاص شما است. و اگر نیتی گناه کردن کردید و گناه نکردید، از ترس خداوند باز ایستادید، خداوند 1 حسنه کامل به شما می نویسد. و اگر قصد گناه کردید و آن را انجام دادید، خداوند 1 سیئه 1 گناه بر شما می نویسد. پس رحمت خداوند را به بندگانش ببینید چقدر خداوند رحیم و رحمان است. 1 کاری ثواب را انجام می دهی، به تو 10 حسنه یا 700 حسنه یا از این زیاد می نویسد. و اگر یگان کاری گناه کردی، آن را 1 می نویسد، نه 10 و نه 700. پس وای بر حال آن مسلمانی که روز قیامت عملهای بدش که 1 بر 1 نوشته شده اند، از عملهای خوبش که 1 بر 100 و 700 نوشته شده اند زیاد باشند. پس دوستان عزیز، این لطف و رحمت و مهربانی خداوند را نسبت خود نادیده نگیریم. شکر نعمتهای او را بجای آوریم تا می توانیم عملهای صالح بسیار انجام بدهیم که او به 10,700 و از این زیاد هم آنها را ضرب می زند و ثوابش را در نامه اعمال هر یک ما می نویسد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.